علیکم برادران عزیز. امروز جمع شدیم در اینجا به خاطر در سفارت ترکیه آزادی با رئیس حرکت سیاسی گروه 24 سهراب ظفر و نسیم جان شریف. واقعا یک بار دیگه ما اثبات کردیم که ما همه کسا یک گپ در یک صف هستیم. این مبارزه ما دوام دارد. آزادی با سهراب ظفر و نسیم جان شریف. از سفارت ترکیه خواهش میکنیم که هر چه زودتر عاجلانه در کدام بود و فضا هستند و رسانه‌ای کنند که چی قدر اینا در چه 10 روز چی کار کردن، چی خوردن، در کجا هستند. خواهش میکنیم از سفارت ترکیه. رحمان رو بروی اکران ما از طلب میکنم که زندگی ملت تاجیک خوبتر کرد. زندگی ای برای در 30 سال بازیچه نیست که 30 سال ظلم کردی، سویتا کشتی، گشنمون موندی، در بدرمون موندی، دروغ گفتی، شیطانی کردی، رقصا، پیونسکا، پالی، شیطان. امروز جوان مردانی که اوزور گپ میزنن که با قتل میرسونی برای که رستم سر قدرت دا بشینه مثل خودت باری یا پیدرز پیتو 30 سال دیگه با حکمداری کنه. ما را بگجا برده استد، بگجا در بدری سواد نداریم، معارف است، همه مناپولیا. یگو میده یگو مدام در آزادی نیست. نه ژورنالیست آزاد گپ زن میتونه، نه یک شهروند عادی که هست گپ زن نمیتونه. رحمان تا امروز همه ملت 10 میلیون ملت تاجیک با غلامی کشیده برده است. رحمان فیستفو، رحمان فایرنگ رود بزوره قتل موکدی. ده 8 ماه یخی قریب 300 نفر کشتی. ای میلاد یک بار نگاه کنه که رحمان چکو کرده است. این ما برای خرسندی رو اومده اینجا پلاکات گرفتیم اومده در اینجا میبرویم. برای چی؟ برای که میلاد دیگه اشکرا میدونه که رحمان ظلمش میکنه. ظلم رحمان خواه با کلا گرفته آزادی را نه. غلام 30 سال غلام مو نه که ما رحمان خواه قبول ندارم. این انمی سیاستی که 30 سال بولای میلاد کردگه قبولش ندارم. رحمان فیستفو رحمان آدم دزدی، آدم کشی، وطن فروشی، پیدرزی، خوینی، همه کورایی در کدام پاوراتی مقصد خطا گردونده میتونی. زدی رسیه را جوان مردو را کشتی بردی اومدی در ترکیه گردوندی، کنه گردوندی ترکیه را دسمال کرد اردوغان. ترکیه را کشیده برده است. یک برادر عزیز تلفن کرد یک هفته پیش گریه کرد که یک برادر دیگه مقصد در روز بود 10 سال پیش حتی زن گودکش در سرش خوبچه کشیدگی توهول درکشو نیست. توهول میکنن مثل برادر سهراب ظفر، مثل برادر نسیم جان شریف گم شدگی. سوی نیست. نه دولت تاجیکستان میگه که در جای، نه دولت ترکیه میگه در جای. برای هم قدر ملت بیدار شد. این رحمان مورا کرونا برده است در درین غور میپرده. رحمان فیستفو، رستم استفو، همه اولاد رحمان فایرنگ رود بزور استفو بزوریم. همه جوان مردو را کشتی رحمان بس از استفو برا همه را خوردی، خونی ملت خوردی دیگه نمون. اخیران همی دیگه همون خودتی که خودت تبرک شید پاروکنده شد برای نه که با خوبی برجدی استفو برا بس که ادام کشیده، بس که پس تایید کنی را استفو. تشکر زیاد برادرای بوریگه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزادی